آخرین لکچر آموزش خود آغاز میکنیم. امروز میخوایم بر شما یک تنظیمات جواب براتون بگم و دیگه التماس دعا داریم. خب اینجا ما یک پوشه به حساب ساخت میشه، این پوشش است و داخل پوشه ما بعضی از تنظیمات های جواب داریم. خب ما کل از این قابلیت هایی که گفتم به شما اینجا علاوه کردم. خب ما یک کد نوشته که در استفاده بودم اما قطعش کردیم و این درس ریکارد کردیم. خب میایم فوتوشاپ باز میکنم، همه چیز است. میایم فوتوشاپ باز میکنم، فایل داخل فوتوشاپ میپرته میشه. یک ذره گرم فوتوشاپ من کهنه تر است، فوتوشاپ خیلی کهنه است. خب میایم از اینجا ایناله ایره قفلش باز میکنم. ایناله من میخوایم که یک صفحه هدر به این حساب هایدر یا هدر که شما میگیم به این علاوه بکنم. میایم میره در اینجا میپرتم. خب ایره یک ذره دبل ترش میکنم به این شیوه و همچنان میره اینی نایه میگیره میشه. خب حالا میایم سر از این کلیک میکنم و در کل کالر از زیر به یگان شیوه که خودم پشت داریم تبدیلش میکنم. یگان کالری باشه که مخاطب خوبی داشته باشه و دیزاین شما رو هم خراب نکنه. مثلا یگان کالری باشه که جذابتر باشه. خب این کالر سفیدم بد کالری نیست ولی به کار ما نمیشه. خب به این شیوه رو من میگیرم، میایم از این نایه در دستاوی رو ذخیرهش میکنم و این هدرهایی که آماده داریم میایم اینجا میپرته میشه. خب دست این هدری که من دارم این رو میایم سرش میپرتم و فقط ما چی کار میکنم؟ اینی هدر ما بزرگ میکنم میشه. با این شیوه ای پایین تر میارم اما خودتان میزنم که در برنامه تنوی نمیکنم. ما یک قالبه جدید برکنم خیلی جو کردنش یاد میرسون شما خودتان دیگه تنظیمات چه اعمال بکنیم. خب بیایم جو اپ باز کنیم. جو اپ ما تقریبا عمل برنامه نویسی یک جای شد فرقی نداره ولی بازم لکچر ما به اتمام برسه. خب من میایم از اینجا اولین چیزی که باز میکنم این است و اینجا ما صفحهش داشتم میبینیم که به این شیوه میشه. حالا ما او دیگرم به بالا از این فرق میگیرم رنگ پایین از خوبش نیست ولی بعد قالب عمل نشده. خب این صفحهش من میگم اون تو صفحه سفید باشه و میایم از این آیه ایناله دومین قالب ما را میارم به علاوه میکنم. میبینیم که یک رقم ست نشده بیواریست ولی باز هم قطع نشده در کل. خب این رقم شده و میایم در این نایه دیگر هم همون کلی که داشتیم علاوه میکنیم میشه. اینه به این شیوه شما داره یک قالب زیبا هستیم ولی آنقدر پایینش خوبش نشده. شما میکنیم که زیادتر سرش کار بکنیم زیادتر سرش کار بکنیم. شما این وقت دست از تلاش برمیدارم به حساب این شما هم قالبا یا کدایی که آماده کرده دارین. مثلا من در استایل اینی را میارم و دیگهش مثلا اینی باشه مثلا حالا دیگه من بسیار ساده بخوره شما انتخاب رنگ میگم و از این نایه میره در کل صفر میگم میشه و از انتخاب رنگ انتخاب رنگ نیمه ها گفتم رنگ ها سیاه است گفته اینجا میره رنگ بگیرم که خانه تر باشه های خانه نمیشه بیرتر شد. بر فرض میگیریم که این رنگ
درسته، ولی شما به این شیوه که من یه عکس گرفتم شما اینا نکنید، اگر چیزی زیباتر دیگه بگیرین. من فقط نمونهش براتون گفتم که یعنی از این قابلیت هم شما میتونین به این شیوه داخل عکس اصلیتان تغییرات اعمال بکنین. این بود از درس ما و آخرین لکچر ما. تا جلسه بعدی و یک درس بعدی و یک آموزش بعدی، خداوند نگهدار.